جان مکن سناتور جمهوریخواه امریکا در سفر به کابل ضمن بررسی اوضاع افغانستان میگوید که گروه داعش و همچنان طالبان تهدید جدی در افغانستان به شمار می رود و کشورش در شرایط موجود از افغانستان خارج نخواهد شد. ما نگران مناطق غربی افغانستان هستیم که طالبان در آنجا حاکمیت دارند. ما نگران تجهیز و توزیع سلاح به طالبان توسط ایرانی ها نیز هستیم. همچنان موجودیت هراس افغانان خارجی در افغانستان نگران کننده است که شماری از جوانان توسط داعش تشویق شده و در صفوف آنان می پیوندند. اما سناتور مکن می‌افزاید که جمهوری خواهان در امریکا تعهد قوی در برابر افغانستان در صورت برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهند داشت. ما نمی‌توانیم قربانی‌های آمریکایی‌ها و افغان‌ها را نادیده بگیریم. حمایت ما همچنان از افغانستان در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. ما نمی‌گذاریم افغانستان بار دیگر پناهگاه امن برای هراس افغانان بین المللی گردد. جان مکن سناتور جمهوریخواه ایالات متحده امریکا از تعهدات قوی تیمش در صورت برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری امریکا در قبال افغانستان خبر می‌دهد. این در حالی است که پیش از این مشاورین هیلاری کلینتون، یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری تیم دموکرات امریکا، نیز از موضع قوی کشورش در تیمش در صورت برنده شدن در قبال افغانستان سخن گفته بود و تاکید ورزیده بود که در صورت برنده شدن تیم دموکرات ها موضع جدی در برابر پاکستان نیز خواهند گرفت. محمد میلاد سکندری، آیساف، کابل.